همونجور که از عنوان پیداست، ویدیوی امروز راجع به یکی از سوالات رایج شما در مورد استایل کردن. پس تا آخرش با من همراه باشین. سلام به همراه‌های خوب فشن آکادمیا، من حنا هستم و با یه ویدیوی دیگه در خدمتتونم. اول از همه اینو مشخص کنم که هر کسی با هر اندامی و هر سلیقه‌ای میتونه هر چیزی که دلش میخواد بپوشه. یعنی در واقع نباید اجازه بدیم که کلیشه‌های فشن تعیین کنن که ما با چه اندامی و با چه قدی باید حتما چه چیزایی رو بپوشیم و نپوشیم. همه چیز به سلیقه برمیگرده و در واقع حتی اگر کاملا پیرو فشن باشیم هم سلیقه یه سری افراد هستش که ممکنه مخالف اون چیزی که با اصول هستش باشه و اینه که تعیین میکنه هر کسی چه استایلی داشته باشه. پس قرار نیست که خودمون رو اسیر این کلیشه ها کنیم. اما فشن هم مثل خیلی از مباحث دیگه یه سری چارچوب ها و قواعد برای خودش داره که این قواعد در واقع میخوان بگن که شما چطور استایل کنین و چطور بپوشین که بهتر به نظر برسین، چطور نقاط قوت خودتون رو بولتر کنین و یه سری چیزا که کمتر دوستش دارین رو بتونین پوشش بدین. و در واقع این قواعد اگر بخواد روی همون بولد کردن و پررنگ کردن ویژگی‌های خوبمون تمرکز کنه و اونا رو بیشتر نشون بده و اون چیزایی که فکر میکنیم نقص هستن یا مثلا کمتر دوستشون داریم رو پوشش بده و کم رنگ کنه، هممون مشتاقش میشیم و دوست داریم که ازش پیروی کنیم. در واقع میشه گفت تا حدی رعایت کردن فشن میتونه برای خودمون مفید باشه، اما باز هم میگم برمیگرده به سلیقه هر کسی که هر چیزی که دوست داره رو بتونه بپوشه. بچه‌ها تو فشن یه قانون کلی وجود داره که بهش میگن به اختصار قانون ABC که در واقع یک درس کد یا کد پوششی هستش. این قانون 3 تا مؤلفه داره که این مؤلفه ها accentuate، balance و conceal هستن که معنیشون میشه accentuate تاکید و برجستگی، balance تعادل و conceal پوشانندگی و پنهان کردن. و ما توی این ویدیو با همین 3 مؤلفه کار داریم، چون این ویدیو در مورد راهنمای پوشش برای افراد پلاس سایز یا اسکینی و لاغر اندام هستش. خب اول به پلاس سایزهای عزیز میپردازیم. این چند تا نکته هستش که اگر رعایتش کنین میتونین که استایل بهتری داشته باشین. این نکات رو میگم و توضیحشون هم مختصر بهتون میگم. اول اینکه به زیبایی هاتون جلوه بیشتری بدین. شما میتونین جلوی آینه قرار بگیرین و با 1 سانتی متر دور کمرتون رو اندازه بگیرین و باریکترین قسمت کمر رو پیدا کنین و دقیقاً بیاین و با استفاده از همون قسمت جوری استایل کنین که بتونین تمرکز بینایی مخاطب رو ببرین روی باریکترین قسمت کمر خودتون و کمر رو کوچیک‌تر نشون بدین. مثلا اگر برش لباس رو قسمت کمر روی اون ناحیه قرار بگیره، لباس بهتر به تن شما میشینه. در واقع این نکته وجود داره که همیشه وقتی شما توی استایل کردن و لباس پوشیدن تمرکز بیننده رو روی یک نقطه ببرید و اون نقطه قوت شما باشه، سایر اندام‌های شما هم تحت تاثیر همون نقطه قوت قرار خواهند گرفت. یا مثلا اگه پاهای زیباتری دارید و فکر میکنید که پاهاتون خوش تراشتر هستش، میتونید از شلوارای فیت یا اسکینی استفاده کنین و تمرکز و دید رو بیشتر به سمت پاها سوق بدین و این باعث میشه که شاید اون حجم بالای اندام کمتر به چشم بیاد. دوم اینکه لباس اندازه بدنتون تهیه کنین. در واقع برای افراد پلاس سایز لباس‌های خیلی تنگ مناسب نیستن، لباس‌های اوورسایز و خیلی گشاد هم اونقدر مناسب نیستن و باعث میشن که اگر شما حجمی دارید که مثلا دسته پلاس سایز ها قرار میگیرید، این حجم بیشتر دیده بشه. لباس‌های گشاد باعث میشن که هر اندامی که دارید بزرگتر دیده بشه. برای همین لباس اوورسایز کاملا ممنوعه توی قواعد پوششی. و لباس تنگ هم همینطوره، چون باعث میشه که اون ساختار بدنی کاملا به چشم بیاد. پس بهتره که از لباسای کاملا اندازه بدن استفاده بشه تا اون تعادل رعایت شه و اندام زیباتر به چشم بیاد. و حالا منظور از لباس اندازه بدن چیزایی مثل برش ها هم هست. مثلا برش سرشونه تو جای درست خودش قرار بگیره، هر چیزی توی نقطه قرار بگیره که باعث میشه بهتر به نظر برسیم. مثلا همون که گفتم دور کمر رو اندازه بگیریم و باریکترین قسمت رو شناسایی کنیم، میتونیم روی همون قسمت هم تمرکز کنیم روی برش لباس ها.
و در کل میتونه جلوه بهتری به اندام بده لباس اندازه تن پوشیدن. در نتیجه شلوارهای بگی یا لباسهای اوورسایز که گفتم نمیتونن برای افراد پلاس سایز از نظر قواعد پوششی مناسب باشن. استفاده از کمربند هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. اگر شما کمربند روی پیراهن استفاده بکنید، مثلا اگر اون پیراهن گشاد هم باشه، وقتی شما کمربند روی باریک‌ترین قسمت کمرتون میبندین، یک حالتی ایجاد میکنه که باعث میشه اندام شما باریک‌تر به نظر بیاد. و درباره عرض کمربند هم در واقع عرض 2 تا 2.5 سانت انتخاب بهتری هستش در واقع، به خصوص اگر قدتون هم بلند باشه. نکته بعدی این هستش که از وست، کت و روی لباستون استفاده کنید. در واقع پوشیدن کت، کراپ کت، ژاکت، نیمتنه میتونه کمک کنه که استایلتون بهتر به نظر برسه. لایه لایه پوشیدن کلا شیکه و پلاس سایز و اسکینی هم نمیشناسه. میتونه استایل رو خیلی بهتر به نمایش بذاره. و در واقع تنها تفاوتش بین افراد پلاس سایز و اسکینی شاید نوع متریال و اون برش های لباس هستش. در واقع مثلا شما تصور کنین هوا سرده و میایید و یک حالا پلیور پشمی میپوشید و روش یک پالتو و تموم دکمه‌اشو میبندید. این باعث میشه که شما کلا اندام پفکی تر به نظر بیاد و حجیم تر دیده بشه. اما اگر شما بیاید و از پوشش لایه لایه استفاده کنین، هم گرم میشین و هم استایلتون زیباتر به نظر میاد. مثلا شما اگر یک یقه اسکی فیت بپوشید و روی اون یک پیراهن مردونه یا پیراهن آکسفورد استفاده کنید و روی اون بیاید و یک حالا پالتو یا اوورکوت به تن بکنین، این میتونه خیلی بیشتر روی استایل شما تاثیر مثبت بذاره و زیباتر به نظر برسین و در کنارش توی فصل سرما گرم هم میشین. پس شما میتونید روی پیراهن همراه با شلوار، روی تاپ و هر چیزی که به تن میکنین یک کت هم استفاده کنین و این کت ها میتونن استایلتون رو خیلی بهتر کنن. نکته بعدی در مورد پترن هستش. بهتر هستش که از پترن درشت و طرح‌های بزرگ استفاده نکنین. اگر لباستون طرحدار هستش، مثلا گلگلیه، بهتر گلهاش ریز باشه، از گلهای درشت استفاده نکنین. یا اگه خالخالی هست، خالخالی درشت نباشه. البته پترن ها مختلفن و یه سری چیزا هم ممکنه حالا یه استثناءاتی داشته باشن، اما در مجموع طرح‌های ریزتر بهتر هستش، انتخاب بهتری هستش. ممکنه شنیده باشین که راهروهای عمودی میتونن اندام رو لاغرتر نشون بدن. این در واقع درسته، اما فکر نکنید که راهروی افقی همیشه آدم رو حجیم‌تر نشون میده. در واقع راهروی ریزی که فاصله خطوطش از هم زیاد باشه میتونه اندام رو باریک‌تر هم نشون بده. پس میتونین تیشرت ها و لباس هایی که راهروی افقی با فاصله و باریک دارن رو هم مثل راهروی عمودی باریک در نظر داشته باشین. در مورد کیف و اکسسوری هم بهتر همیشه از آیتم های بزرگ استفاده کنین. مثلا کیف های بزرگ دوشی میتونن باعث شن که اندام در کنارشون ظریف‌تر به نظر برسه. همیشه اکسسوری های درشت اون خطای دید رو ایجاد میکنن که شما نسبت به اونها کوچیک‌تر دیده بشین. و در مقابل اکسسوری های کوچیک باعث میشن زمینه استفاده که فرد هستش بزرگتر دیده بشه. اگه شما از کیف کوچیک استفاده کنین، تضاد زیاد اندازه کیف با اندام ظاهر بصری ایجاد میکنه که باز بزرگتر دیده بشه اندام. در آخر درباره رنگ ها، درسته که رنگ‌های تیره، مشکی، سرمه‌ای و چنین رنگ‌های تیره‌ای میتونن اندام رو باریک‌تر نشون بدن، اما قرار نیست افراد پلاس سایز از رنگ‌ها استفاده نکنن. در واقع شما میتونید از رنگ‌های روشن هم استفاده کنید، اما میتونید اون رو ترکیب کنین با یه سری از حاشیه‌های تیره. مثلا همون آیتمی که بهتون گفتم، کمربند مشکی همراه با لباسی که روشن‌تر هستش میتونه اون خطای دید رو روی باریک‌ترین قسمت کمر ایجاد کنه، یا حتی تو قسمت کمر اصلا پارچه تیره استفاده شده باشه. یا مثلا اگر بازوهای چاق داشته باشین، میتونین یه سری لباسایی که آستین‌های تیره تر دارن به تن کنین. در کل با توجه به یه سری از توازن‌ها، اگر شما بپوشین و جلوی آینه قرار بگیرین، خودتون میتونین اینا رو تشخیص بدین و استفاده کنین. و همچنین در مورد اینجور بازوها یه نکته دیگه هم هستش که میتونین از آستین‌هایی که از قسمت آرنج کلوش میشه استفاده کنین. در واقع وقتی شما میایین اون نگاه رو به سمت ساعد دست میبرین، حالا اون پف آستین از توی این قسمت، باعث میشه که قسمت بالایی که بازو هستش دیگه کمتر دیده بشه، وقتی که قسمت پایینی
پف بیشتری داره، نگاه‌ها روی ساعد دست میره. این هم باعث میشه که بازوها لاغرتر دیده بشن. خب حالا بریم سراغ افراد اسکینی یا افرادی که حجم ماهیچه بدنشون کمتر هستش. و خب طبیعتاً خیلی وقتا این افراد دوست دارن لباسایی بپوشن که کمی پرتر به نظر برسن. من اینجا نکاتی رو بهتون میگم که با توجه به قواعد پوششی که اسم بردم کمک میکنه تا بهتر به نظر برسید. و یه جورایی استایل کردن برای افراد اسکینی میتونه کمی راحت تر هم حتی باشه. و من الان بهتون میگم که چه آیتم هایی و استایل هایی میتونه کمک کنه که به اون خواسته ای که در مورد اندامتون دارید توی لباس پوشیدن برسید. مثلا درباره رنگ، همیشه رنگای روشن و رنگای شاد میتونن اندام رو پرتر نشون بدن. پس اگر اندام اسکینی دارین هیچ وقت از پوشیدن رنگای روشن مثل سبز، آبی، قرمز، صورتی و چنین رنگ‌های غافل نشین. و همونجور که میدونین لباسای تیره و مشکی میتونن اندام رو لاغرتر نشون بدن. ولی اگر دوست دارین که مشکی بپوشین، روی حجم لباس تمرکز داشته باشین. لباسای لایه لایه و پفکی میتونن باعث شن که پرتر به نظر برسین. پوشیدن لباسای آستین بلند، آستین پفی و آستینای لایه لایه میتونه کمک کنه که پرتر به نظر برسین. در واقع لباس آستین بلند برای افراد اسکینی خیلی مناسب هستش. همیشه سعی کنین که از آستین هایی که حداقل گشادتر و پفدارتر هستن استفاده کنین. اگر دستای استخونی و لاغر دارین، این آستینا خیلی براتون انتخاب بهتری هستن. لباسای شلوغ، شاد، تردار، پترنای رنگارنگ خیلی مناسب هستش برای افراد اسکینی و همچنین یقه‌های گرد و یقه اسکی. در واقع لباسایی که یقه‌های گرد و یقه اسکی دارن و شونه و گردن رو پوشش میدن میتونن شما رو پرتر نشون بدن. اندازه لباس هم بهتر هستش که برای افراد اسکینی همیشه آزادتر باشه. سعی کنن لباسای گشادتر استفاده کنن، از متریال‌های حجیم‌تر استفاده کنن توی انتخاب پارچه و بهتر هستش که از لباس تنگ کاملا دوری کنن، چون لباس‌های تنگ و اندامی به خصوص شلوارهای اسکینی باعث میشن که شما لاغرتر به نظر برسین. بهتر هستش که از لباس‌های اوورسایز استفاده کنین. البته اوورسایز هم خیلی گشاد نه، لباسایی که آزاد هستن اما اونقدر هم آزاد نیستن که شما درش گم بشید و لاغرتر هم حتی به نظر برسین. پس بهتر این نکته رو هم مورد توجه قرار بدین. در مورد متریال صحبت کردم، گفتم مثلا پارچه‌هایی که متریال حجیم تری دارن مناسبن. مثلا لباسای موهر همیشه یه بافتی دارن که آدم رو حجیم تر نشون میدن. از لباسای بافتنی میتونین استفاده کنین، همون پارچه‌های ضخیم مختلف. لایه لایه پوشیدن میتونه به افراد اسکینی هم کمک کنه. اگر شما در زیر لباساتون تو فصل سرما لباسای استفاده کنین که باعث شه که در زیر لباس روی حجیم تر به نظر برسین، میتونه شما رو کمکتون کنه در واقع. و لباسایی که لایه لایه و چیندار هستن، اینها هم میتونه کمک کننده باشه. و حالا جدا از اون لاغری یک دست، بعضی افراد هستن که میخوان نقطه‌ای روی بدن تاثیر بذارن، یعنی میخوان یه ناحیه رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا شما بالاتنه‌ای دارید که کاملا مناسب هستش و کاملا دوستش دارید و نمیخواید که از اون پرتر یا لاغرتر دیده بشه. رو میتونید یه لباسی، هر لباسی که دوست دارید بپوشید در واقع. اما تو قسمت پاها همیشه سعی کنید که از شلوارهای اسکینی دوری کنین، همونجور که گفتم. چون اگر شما یک شومیزی به تن کنید و شلوارتون اسکینی باشه، باعث میشه که پاهاتون خیلی باریک‌تر دیده بشه. بهتر همیشه شلوارهای راسته یا بگ یا دمپا گشاد در واقع بوتکات رو انتخاب کنین. یا مثلا اگر سینه‌های کوچیکی دارین و دوست دارین که حجم‌تر به نظر برسه، حجم بالا تنه، همون لباس‌های لایه لایه و پفی میتونه کمکتون کنه. یقه‌هایی که حالت ویکتوریان دارن و حالت پرچین و لایه لایه هستن، اونا میتونن انتخاب درستی باشن. عرض شونه ها رو میتونین با اپل و پد تحت تاثیر قرار بدین و این تاثیرگذاری در مورد پایین تنه هم صدق میکنه. مثلا اگر میخواید که پایین تنه پرتر به نظر بیاد، از دامنهای کلوش همیشه استفاده کنین. دامنهایی که حجیم هستن میتونن پایین تنه رو حجیم تر نشون بدن به نسبت بالا تنه و کمر نسبتا باریک‌تر به نظر میاد. و برای افراد پلاس سایز البته فرق میکنه. اینو تو پرانتز بگم، دامنهای خیلی کلوش و خیلی آزاد باعث میشه که حجیم تر به نظر برسن و بهتره که از دامنهایی با حجم کمتر استفاده کنن. درباره لایه لایه لباس پوشیدن صحبت کردم، درباره افراد اسکینی هم. اما این نکته هم بگم، گفتم متریال ها باید فرق داشته باشن کمی. مثلا اگر شما پلاس سایز باشید و از متریال های نازکتر استفاده میکنین بر روی هم، وقتی که اسکینی باشین میتونین از متریال های ضخیم تری استفاده کنین. این به پرحجم به نظر رسیدنتون کمک میکنه.
و همچنین درباره پترن، خالخالی‌های درشت میتونه شما رو پرتر نشون بده، راه‌های به هم نزدیکتر میتونه پرتر نشونتون بده. حالا اگر فرد لاغری هستید که قد بلندی هم دارید، سعی کنید از لباس‌هایی که اندازه و قد بلندی دارن استفاده نکنید و لباس‌های کوتاه‌تر رو انتخاب کنید، چون لباس‌های بلند باعث میشن که شما کشیده‌تر دیده بشید و به نسبت لاغرتر هم دیده میشید. مثلا تو انتخاب لباس شب یا لباس مجلسی، پیراهن‌های ماکسی انتخاب مناسبی برای افراد اسکینی نیستن و بهتر هستش که از پیراهن‌های با دامن‌های آزاد و کلوش و یا پفکی استفاده بشه. البته درباره افراد اسکینی با قد کوتاه هم این قضیه صدق میکنه و نباید از لباسایی که قد خیلی بلندی داره استفاده کنن، چون باعث میشه که تمام تمرکز بیننده بره روی اون تک لباس بلندی که شما پوشیدین و تمام ویژگی‌های قدی شما رو در خودش فرو میبره و اصلا دیگه بقیه استایل شما به چشم نمیاد. یه مبحث دیگه هم هستش که در طول ویدیو توی موارد مختلف بهش اشاره کردم، اما اینجا به صورت یه تاپیک کلی میگمش. گاهی اندام از اون تناسبی که میخوایم برخوردار نیست و ربطی به اسکینی بودن یا پلاس سایز بودن هم نداره. مثلا یه سری نقطه ها از بدن، مثلا سینه کوچیک، شکم بزرگ یا بازوهای خیلی پر، یا مثلا پاهای پر بالاتنه لاغرتر یا بالاتنه پرتر و پاهای خیلی لاغر. در واقع این چیزا توی خیاطی به این مقوله گفته میشه ایرادات اندامی و ما با یه سری از انتخاب‌های درست روی همون نقطه میتونیم این ایرادات رو از نظر بصری رفع بکنیم. مثلا اگه بالا تنتون مورد علاقتونه و دوست دارین پاهای لاغرتون رو پرتر نشون بدین، میتونین از دامنهای کلوش، شلوارهای بگ و گشادتر استفاده کنین. در واقع شلوارهایی که از قسمت کمر و ناحیه باسن هم کلوش و آزاد هستن و یا پیلی خوردن، اینا خیلی مناسبن. و برعکس اگر پاهای پرتری دارید و نسبت بالا تنتون حس میکنین پاهاتون پرتر و حجیم‌تره، میتونین از شلوارهای راسته استفاده کنین. یا در مورد شکم برآمده هم یه سری نکات هستن میتونین رعایت کنین، حالا با توجه به پترن های خاصی یا حتی برش ها. مثلا برش از زیر سینه که از زیر سینه دیگه اوزمان خورده و اون لباس باعث میشه که شکم شما دیگه برجستگیش به چشم نیاد و اون قسمت در واقع آزادتر میمونه توی بدن. و اگه دقت کرده باشیم بیشتر این مباحثی که گفتم سمت همین بود که تمرکز نقطه‌ای رو بالا ببریم، یعنی بیشتر دید رو ببریم روی یه نقطه قوت و باعث بشه که در کل استایل بهتر به نظر برسه. و اگه اینها رو رعایت کنیم دیگه هیچ وقت نمیگیم آخه من چاقم، آخه من لاغرم، این حرفا رو بزنیم و بخوایم خودمون رو برای لباس پوشیدن محدود کنیم. یه بار از من یه سوالی شد که در مورد همین نحوه استایل کردن برای افراد قد بلند بود. پرسیده بودن که من قدم خیلی بلنده و هرچی میپوشم به هم نمیاد، چیا بپوشم بهتر هستش، چطوری میتونم استایل کنم یا چه استایلی در واقع برای من بهتر هستش. در واقع نمیشه به این سوال جواب داد که چه استایلی برای چه بدنی بهتره. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که قد ما یا حجممون تأثیری داره روی استایلی که میخوایم انتخاب کنیم، چون استایل ها تنوع دارن و کاملا سلیقه‌ای هستن. مثلا نمیتونیم بگیم یه فرد پلاس سایز حق نداره گرانج بپوشه یا مثلا یه فرد اسکینی حق نداره وینتیج بپوشه. اینا کاملا سلیقه‌ای هستش و استایل ها همشون مشخص شدن. در واقع این سوال بیشتر به این معنا بود چه لباسی بپوشم که قدم کوتاه‌تر دیده بشه، اون کشیدگی زیادی که حالا خودش فکر می‌کرد کمتر به چشم بیاد. شاید بهتر بود که اول اون ویدیو رو بسازم و در مورد قد صحبت کنم، اما قطعاً توی تاپیک بعدی خواهیم داشت اون رو توی ویدیو بعدی در واقع، و در مورد نحوه بهتر استایل کردن با توجه به قد هم صحبت می‌کنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین و با من همراه بودین. اگه سوالی دارین حتما توی کامنت ها ازمون بپرسین. اگه تاپیکی مد نظرتونه که میخواین در موردش ویدیو ساخته بشه حتما برامون بنویسین. خیلی ممنونم. خداحافظتون.